سلام. بله خودمم، مخلص شما موشکا. دیشب یه بیننده باصفا به هم زنگ زد، گفت آقای موشکا. حس کردم بله. گفت خبری از دعوای هسته‌ای نیست، انگاری باندای نظام فتیله گرد دعوا سر مذاکرات رو پایین کشیدن. گفتم چطور؟ اینو نشونم داد. پاسخ رئیس رسانه ملی به یک درخواست و موضع گیری های مخالف و موافق در ویترین امروز سایت ها و روزنامه ها. سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته‌ای کاملا تبیینی و حمایتی است و تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام به صلاح کشور نیست. این مطلب جوهره پاسخ رئیس رسانه ملی به جمعی از منتقدان توافقنامه ژنو است که از او خواسته بودند به آنها فرصتی دهد تا توافقنامه ژنو را با حضور موافقان این توافقنامه در صدا و سیما نقد و بررسی کنند. به اون دوستمون گفتم آره عزیز جون، خب به نفس افتادن دیگه. دور جدید مذاکراتم نزدیکه. فعلا فتیله رو کشیدن پایین تا ببینن این شیخ فری میتونه یه ذره شل شدن طناب تحریما رو گدایی کنه یا نه. اما مسابقه استخوان جدیدن تو نظام ادامه داره. دوستمون گفت کجا؟ اینو بهش نشون دادم. مراکز زیرربط کشورمان استفاده از فیسبوک را غیر قانونی اعلام کردند. درستی یا نادرستی این تصمیم قابل بررسی است، اما مهم این است که به هر حال باید به قوانین از جمله این قانون پایبند بود. با این وجود حضور برخی از دولتمردان در فیسبوک همچنان ادامه دارد و حتی گسترش می‌یابد. اما آیا چند مقام دولتی که در فیسبوک فعالند از VPN های غیرقانونی برای اتصال به این شبکه استفاده نمی‌کنند؟ حالا از همه خنده‌دارتر حرف وزیر امور خارجه سوئده که مچ شیخ فری و کابینه‌شو گرفته. مسئولان ارشد کشور صفحه توییتر و فیسبوک را فیلتر کردند، اما همان مسئولان خودشان با فیلتر شکن وارد این شبکه‌ها شدند و صفحه را باز کردند. خب حالا این مسئولینی که از فیلتر شکن استفاده میکنن و با دریل افتادن به جون در و پیکر ولایت کیان؟ کی؟ بابا یکیشون که اوشونه، پسر حاجی جنتی و پسر خونده کوسه. نمیتوانیم افراد را در محیطی محدود محصور و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلو چیزی را بگیریم. خب همین حرفا رو میزنی که بابات به تته پته میفته و تا مرز سکته میره دیگه. نگاه کن امثال اینم با نداریم 18 تیر 20 به جمر چند تا شما منظره ها وقتی آدم دستور او و به نظر او و برای رضایت سیاه برای منابع این من با قرآن انصافا سفره در همون زمان نوجوانی و جوانی ما میخواید بگی تو بگی دیدی حالا داستان چیه؟ هیچی بابا، این جماعت جام زهری بو کشیدن که دیگ جامعه در حال انفجاره. واسه همین میخوان با این اهن و تلوپا در دیگ و سوپاب کاری کنن. اما اینجا درست همون جاییه که جیغ ولایت به هوا بلند میشه و خرچنگ ولایت کف به دهن میاره که وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. از اون طرف بسیجیای گشنه یاد پلوی نظری میافتن و نعره میکشن که وای پلورالیسم. در فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور نشانه‌هایی ظهور و بروز پیدا کرده است. تلاش برای براندازی نظام، ضدیت با ولایت فقیه، اعتقاد به پلورالیسم فرهنگی و اباحیگری اخلاقی در هفته‌های اخیر در ذیل برخی غفلت‌ها فضای ارزندام پیدا کرده است. اسمش بنبسته حاجی. این بنبسته که داره تو نظام ارزندام میکنه.
هم کوسه هم عظما دارن غاز میچرونن، جفتشون کشک میسابن. نه سوپاب دردی ازتون دوا میکنه، نه در دوبل سوبله سیدعلی. دیگ که به ترکه ترکیده. اون وقت باید هی بخونی و بگی وای امام، وای 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 امام. دلم میخواد بزنم قبر امام با بشه، توی اون فاضلاب کل نظام جا بشه. آی امام، وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. زهر رو که سر کشیدیم دیدیم کمر تا شده، بیچای دار بسته نظام همگی با هم وا شده. آی امام، وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. روزی که امام جون تخم نظامو کاشتی، برای سلطنت چه آرزوها داشتی. آی امام، وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. حالا نظامت پاشیده، آش ولایت ماسیده، سیدعلی آخر کار به عباد گند کشیده، به عباد گند کشیده. توی امام گور بگور دارن دست مرد شور، همین روزا نظامتم میکنن تو گور به زور، میکنن تو گور به زور. زهر رو که سر کشیدیم دیدیم کمر تا شده، پیچای دار بسته نظام همگی با هم با شده. آی امام، وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.